سلام، چطورین؟ امروز با همدیگه میخوایم بریم آفریقا تا با یه سری از خانوم‌ها از یکی از اقوام در کشور چاد به نام بسادا عربز ملاقات کنیم. بارزترین مشخصه این خانوم‌ها داشتن موهای خیلی فر و بلند تا روی رون پاهاشونه. توی این سفر من میخوام راز داشتن موهای بلند و پرپشت این خانوم‌ها رو بهتون بگم و اون سیکرت رسیپیشون رو براتون فاش کنم. در قبایل مختلف در کشورهای مختلفی که توی قاره آفریقا وجود داره، مردم، زنها و مردا با ظاهرشون و موهاشون کارهای عجیب غریبی انجام میدن. شاید فکر کنید که این به خاطر اینه که اونا خیلی دوست دارن که از بقیه متفاوت به نظر برسن، ولی اصل ماجرا چیزی فراتر از این حرفاست. این کار برای اونا یه جور ضرورت برای زندگی محسوب میشه. مثلا اگر موهای خیلی بلند و پرپشت و خیلی مثلا شکلای عجیب غریبی داشته باشن، نشونه اینه که اونا قادر به فرزند آوری هن، یعنی فرزندای قوی و سالمی میتونن داشته باشن. نکته مهم توی مو برای اونها اینه که مو رو به عنوان یه ریسمان الهی مد نظر میگیرن که باهاش میتونن یه سری کانکشن‌های معنوی داشته باشن. در گذشته در یه سری از این قبایل کسایی که اجازه داشتن به موی هر کسی دست بزنن باید از اقوام اونها توی اون قبیله میبودن، به خاطر اینکه اعتقاد داشتن که اگر که دست دشمن به موهاشون برسه، اون انرژی منفی و اون خصومتی که دشمن داره از طریق مو وارد جسم اونا میشه. وقتی حرف از بافت مو توی دنیا میشه، همه به فکر بافتای آفریقایی متفاوت میافتن، بافتای آفرو، بافتایی که یه عالمه مهره است، طرح‌ها و نقش‌های مختلف. شاید فکر کنید به خاطر اینه که چون موهای آفریقایی‌ها وز و رام نشدنیه، اونا مجبورن که موهاشون رو ببافن تا ظاهر قشنگی داشته باشه، ولی این هم برای اونها فراتر از ظاهر باز. هر نوع بافت مویی در قبایل مختلف آفریقا معنی خاص خودشو داره. مو براشون یه جوری یکی از ضرورت‌های زندگیشونه. خیلی کارها در طی دوران با این موهاشون انجام دادن. در دوران بردگی موهاشون رو حتی جوری میبافتن که توش بتونن یه مقداری غذا ذخیره بکنن. یا مثلا رهبرهای یه سری از اقوام باید حتما مدل مو و بافت خاصی داشته باشن. همینقدر میخواستم بدونید راجع به اینکه چقدر مو برای مردمان آفریقا اهمیت داره و اهمیتش خیلی گسترده تر از این حرفاست، ولی من فکر کردم که شاید در حوصله شما نگنجه. فقط خواستم یه سری کلید بهتون بدم که بدونید بسیار بسیار براشون مهمه داشتن موهای زیبا و داشتن موهای سالم. در عمق قلب آفریقا و در کشور چاد یک راز قدیمی برای داشتن موهای بلند و پرپشت نهفته است که از قرون پیش در قبیله به نام بسادا عربز جاریه که نه تنها به طول و زیبایی مو بلکه به سلامتی و درخشش مو هم خیلی کمک میکنه. این قوم با استفاده از مواد طبیعی و محلی یک ترکیب طبیعی برای موهای خودشون درست میکنن. این ترکیب که به چبه معروفه از دونه ها و روغن های معطر و سنگ های معدنی تشکیل شده. تمام این موادی رو که بهتون گفتم میکوبن و با هم دیگه ترکیب میکنن و به صورت یه ماسک در میارن و روی موهاشون میذارن. این ماسک کمک میکنه که مو شکنندگی خیلی کمی داشته باشه و مو بسیار سالم بشه. امروز میخوام این راز رو براتون فاش بکنم و نحوه استفاده از این ترکیب جادویی رو بهتون بگم. ممنون میشم که ویدیوی منو لایک کنید و با هم همراه باشید. در کل تایپ موی آفریقایی ها که تایپ 4 هست، تایپ موییه که کوتیکول های مو بسیار کمه و سطح مقطع مو به شکل بیضیه. اینها همه یعنی موهای بسیار شکننده و آسیب پذیری دارن و احتمال اینکه مو بتونه به قدش افزوده بشه خیلی خیلی کم و خیلی سخته. حالا چی میشه که اینها اینقدر موهای پرپشت و قشنگ و بلندی دارن؟ چه رازیه این وسط؟ خیلی‌ها گفتن که مربوط به ژنتیک این قوم در آفریقا میشه، ولی وقتی از خودشون سوال شده گفتن که هیچ ربطی به ژنتیک ما نداره و تمام راز بلندی موهای ما توی این ترکیبی که اینها به عنوان ماسک روی سرشون استفاده میکنن یه پودر هست و یک روغن. پودر شامل یه سری دونه است به نام دونه چبه یه گیاه بومی توی آفریقا که اونجا در میاد
و یک نوع دونه دیگه به نام محلبا سوبین و یه نوع سنگ به نام میسیک و یک رزین به نام سموره و میخک و روغن لوار. در گذشته اینها به جای اون روغن از چربی حیوانی استفاده می‌کردن، ولی به خاطر بوی خیلی قوی که داره امروزه دیگه ازش استفاده نمیشه. بیشتر خانمای اونجا روغن مورد علاقه خودشون رو داخل ترکیب میریزن. حالا بعضیا همین لوا رو میریزن، بعضیا نارگیل میریزن، بعضیا مثلا شی باتر میریزن، یه همچین چیزایی که مثلا به عنوان اون چربی و اینها باشه. بعضی‌ها آرگان میریزن. هر کسی که مثلا چیزی رو که بهش علاقه داره رو داخل اون ترکیب ازش استفاده میکنه. روش گذاشتن این ماسک روی سر به این صورته که اونها موهاشون رو عموماً به 4 قسمت تقسیم بندی میکنن. قبل از اینکه بخوام ماسک رو روی سرشون بذارن، موهاشون رو یک مقداری مرطوب میکنن. بعد ترکیب رو برمیدارن میکشن به ساقه موهاشون. برای اینکه داخل این ترکیب روغن هست، من مطمئن نیستم که اینها روغن رو به کف سرشون بزنن، ولی خیلی نزدیک به ریشه اینها این ماسک رو میذارن روی موهاش، چون اگر بخوان که این روغن رو به کف سرشون بزنن، اون روغن خودش باعث میشه که ریزش مو بگیرن، به خاطر اینکه چند روز این ماسک رو روی سرشون نگه میدارن. من فکر میکنم که خیلی نزدیک به ریشه دارن این کار رو انجام میدن. تمام مو رو از نزدیکی ریشه تا انتهای ساقه به این ماسک آغشته کردن، دوباره مو رو یک مقداری مرطوب میکنن و مو رو میبافن. و بعد در مرکز سر این رو جمع میکنن. این خانوما این ماسک مو رو هر 5 روز یک بار روی سرشون میذارن. یکی دیگه از دلایلی که آفریقایی‌ها موهاشون رو میبافن اینه که بافت مو رو به حالت استراحت میبره. به خاطر داشتن موهای ظریف، یکی از حالتهایی که میتونن مراقبت خیلی زیادی از موشون داشته باشن همین بافته. حالا من یه خبر خوب برای شما دارم. شاید پیش خودتون تا الان فکر کرده باشید که اوکی، من اگه بخوام این پودره رو بذارم روی سرم، این ماسک رو بذارم روی سرم، باید پاشم برم چاد، بعد قبیله بسادا، بعد از یکی خواهش کنم که اینو برای من درست کنه. نه، خبر خوبه اینه که یه کمپانی اومده و این پودر رو بسته بندی شده میفروشه و توی آمازون هم شما اگر بخواید میتونید به راحتی سفارش بدید و با یه سری از روغنایی که مورد علاقه خودتونه ترکیب بکنید و به صورت ماسک روی سرتون بذارید و تاثیر بی‌نظیرش رو ببینید. این ماسک و این روشی که من بهتون گفتم فقط در یکی از کشورهای آفریقایی و در یکی از اقوام اون کشور به نام چاد
انجام میشه. کلا در آفریقا خیلی به موهاشون اهمیت میدن و ماسک های خیلی مختلفی برای موهاشون دارن. در کنیا به موهاشون خاک رس میزنن. خاک رس راسول و بنتونیت باعث پاکسازی و دتوکسیکیشن مو میشه. خاک رس با حذف ناخالصی ها و آلودگی ها از روی تار مو باعث نرمی و درخشندگی مو میشه. شی باتر یا کره شی که دیگه الان خیلی همون شنیدیم و خیلی ها دارن راجبش صحبت میکنن. در غرب آفریقا از درخت شی، یعنی از گردوی درخت شی، یک کره میگیرن و اون رو به عنوان یک لیوینگ کاندیشنر یا یک نرم کننده روی موهاشون میزنن. کاری که این شی باتر میکنه اینه که رطوبتی که مو به صورت طبیعی داخل خودش داره رو داخل تار مو قفل میکنه و نمیذاره که مو رطوبتش رو از دست بده و باعث نرمی مو میشه. حنا که یکی از چیزاییه که دیگه ما از بچگی راجبش شنیدیم، توی همه کشورها راجبش صحبت میشه، هم جالبه که بدونید اصلیتش از شمال و شمال شرق آفریقا اومده. در مصر باستان بسیار از حنا استفاده میشده. حنا علاوه بر خاصیت رنگدهی که به تار مو داره، باعث ترمیم تار موی آسیب دیده هم میشه. یه چیز جالبی که وقتی من دیدمش خودم یه کوچولو تعجب کردم، شامپوی سیاه بود. شامپوی سیاه یا صابون سیاه از خاکستر یه سری از گیاها تهیه میشه، مثل موز، برگ نخل و پوست درخت شی، که وقتی این خاکستر رو با آب مخلوط میکنن یه حالت شامپویی به خودش میگیره که چربی ها رو از روی مو و کف سر پاک میکنه. روغن باوباب که از دونه درخت باوباب تهیه میشه. این روغن به خاطر اینکه سرشار از ویتامین های A, D, E و F هست، یه نرم کننده عالی و یه رطوبت رسان خیلی قویه و به ترمیم موی آسیب دیده هم خیلی کمک میکنه. ترکیب موی بز، کره و قرمز اوکر خیلی عجیبه، ولی این ترکیب باعث میشه که وقتی که شما روی موهاتون میذارید از اثرات مخربی که اشعه یووی خورشید روی موهاتون میتونه بذاره جلوگیری میکنه. یعنی یه محافظ خیلی خوبه برای تار مو در مقابل نور خورشید. همچنین به خاطر رنگ قرمزی که داره یک نماد بین مردمان آفریقا. برای من که دونستن این که مردمان اون سرزمین چه عادتهایی دارن و چه کارهایی با موهاشون میکنن خیلی جالب بود. اگر برای شما هم جالب بود حتما توی کامنت ها به هم بگید که بیشتر تشویق بشم که بیشتر راجع به این موضوعات سرچ بکنم و براتون یه عالمه ویدیوهای باحال و هیجان انگیز درست کنم. مثل همیشه ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این چنل حتما چنل منو سابسکرایب بکنید. ماچ به کلتون. خداحافظ.